فکر می‌کنید رزمیکارای مارشال آرتس یا بوکسورها مثل تو استرس میگیرن؟ نه، چون یه قانونی هست به اسم قانون 120 درجه یا اثر سافت آی یا چشم نرم که به درد شما هم میخوره روش کار کنی که پس فردا اگر استراب ترمز برید مثل اینکه داره ماشین باز کنی با دم پایی بکشی رو زمین. حالا کاری که میگم بکنید در حالی که رو به من هستین با چشماتون به سمت چپ نگاه کنید، بعدش به سمت راست نگاه کنید، بعدش در حالی که دارید به من نگاه میکنید به فضای اطراف میدان بیناییتون، فضای خارج از چهار ضلع گوشیتون توجه کنید. اگر 60 الی 90 ثانیه این کارو انجام بدی شما میتونید چرخه استراب رو در مغزت بشکنید. چون اتفاقی که میفته اینه که در شرایط پر استرس دید شما تونلی میشه، تانل ویژن پیدا میکنید و گستره‌ای از میدان بینایی شما که بیشترین توجه رو دریافت میکنه تا حد 30 درجه کاهش پیدا میکنه. و با این تمرین در واقع شما این 30 درجه رو برمیگردونید روی 120 درجه که اگر یه بوکسور اینو نداشته باشه حرکات پای رقیبش رو نمیبینه، یه مشت یه طرف میاد که نمیتونه پیش بینیش کنه. و این دید و توجه 120 درجه باعث میشه یک عصبی که از چشم شما به یک قسمتی از مغز میره که داره به استرس و اضطراب شما دامن میزنه، به که نگاه کن چشم داره از فضا لذت میبره، پس تو هم آروم بگیر. اگر انجام این کار برای شما یه عادت بشه تبدیل به یک ابرقدرت میشه. و این تمرین واسه افرادی که رزمیکارن، حملات پنیک دارن یا فوتبالیستن بسیار به درد بخوره. ولی کارشگاه امامی هم با این قسمت دوم از سری 5 روش سری واسه آروم کردن سیستم عصبیتون